وصیت 14: نماز را بر دوام خواندن و نیکی به پدر و مادر نمودن. از امیمه رضی الله تعالی عنه روایت است که آب طهارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می ریختم که مرد آمد و گفت مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به خداوند شریک قرار مده اگر چند بریده و یا سوزانده شوی در آتش. پدر و مادرت را اطاعت نما اگر چند امرت نمایند که از اهل و دنیایت بگذر پس درگذر. هرگیز می را ننوش زیرا آن سرچشمه تمام گناهان است. هرگیز نماز را قصداً ترک نکن زیرا کسی چنین کند به تحقیق از ذمه خدا و پیغمبر خدا دور شده است. روایت طبرانی.